خب خانم ماشینتون رنگ داره؟ خب مگه نمیبینی رنگ صورتیه؟ معلومه که رنگ داره. خانم منظورمون اینه که جایی از ماشین رو رنگ کردی؟ خب وقتی خودش رنگ داره چرا من باید رنگش کنم؟ خدا به داد شوهرت برسه. خانم اونو ولش کنه، ماشین خوردگی داره جاییش؟ مگه ماشینو میخورن آقا؟ خب ماشینتون از نظر موتوری چجوریه؟ نمیدونم، وایسیم بپرسم. آقا یه لحظه وایسا. جونم آبجی، در خدمتم. از نظر شما که موتوری هستین این ماشین چجوریه به نظرتون؟ چون برای بانوی متشخص و زیبایی مثل شماست قطعا حرف نداره. خب دیگه خودتون نظر موتوری رو شنیدید، گفت ماشین حرف نداره. دیگه چی میخوایم بپرسین؟ خانم ماشین جایی نمالوندی یا کسی نمالونده بهش؟ آشغال بی شخصیت، شما پسر همتون حولید، فقط تو فکر مالوندنی.